مرسی از انجمن آریا، ممنونم از شما، خیلی زحمت کشید برای هماهنگی این میتینگ و سلام به همگی دوستان عزیزی که جوین شدن و خوشحالم که در خدمتتون هستم و از اینکه این فرصت رو دارم در کنار دوستان باشم، بتونم کمکی کنم، راهنمایی، با کمال میل در خدمتم. حالا در طول جلسه اگر که سوالی براتون پیش اومد، من جنرالی مطالبی رو که فکر میکنم میتونه کمک کننده باشه رو خودم تا جای ممکن کاور میکنم، ولی هر سوالی کاری باشه و من هستم در خدمتتون. میتونید پیام بدین، آقا محمد زحمت میکشم و هر جا که نیاز بودش میتونیم استاپ کنیم و سوالا رو بریم جلو. همونطور که گفتم من حدیث هستم، حدیث فلاحتی، under buyer's choice. به عنوان مورگیج بروکر چند سالی هستش که فعالیت میکنم و خیلی خوشحالم که در کنار هموطنان عزیزم به خصوص هستم. من در واقع بک‌گراند تیچینگ بوده، ولی الان سالیان ساله که به عنوان مورگیج بروکر کار میکنم و زمینه کاری من بیشتر هوم لون، فرست هوم بایر، اینوستمنت لون، ریفایننس، ولی در کنارش لون های دیگه از جمله پرسونال لون، کار لون، بیزنس لون و سلف منیج سوپر فاند که همون SMSF هستش و حالا تو محدوده کامرشال هم فعالیت داریم و باعث افتخارمه که در کنار جامعه ایرانی هستم. در واقع اطلاعاتی که توی این جلسه داده میشه صرفا جنبه عمومی داره و پرسونالایز و در واقع تیلور برای هر شخصی نیستش و حتما در واقع فاینانشال ادوایس رو به صورت ایندیپندنت باید هر شخصی خودش بگیره. چیزایی رو که ما امروز راجبش صحبت می‌کنیم توی این میتینگ، به طور کلی این کانتنت های این میتینگ هوم لون پروسس به چه صورته، اینکه چه وامی رو برای چه مسئله‌ای باید برداریم و با توجه به نیاز کلاینت و شرایطی که توش هستش و در واقع گولی که داره اونو چجوری ستاپ کنیم. در مورد المای یه مقدار صحبت میکنم، اینکه لندرها زمانی که دارن در واقع اپلیکیشن شما رو پروسس میکنن به چه مسائلی نگاه میکنن، چه فاکتورهای اهمیت داره و اینکه در مورد کردیت هلستون که مسئله مهمی هستش برای یه نفر یک کلاینت به عنوان در واقع باروئر، اونو صحبت میکنم و در مورد ریفایننس و حالا بقیه آپشن های فایننسی که داریم و اینکه ولیو داشتن بروکر یا اینکه مستقیما با بانک جلو رفتن رو کاور میکنم. به طور کلی باید بگم که پروسه وام به این صورته که ما وقتی که یک کلاینت مراجعه میکنه و در واقع اینکوایریش رو میذاره، درخواستش رو میگه برای وام، شروع میکنیم با به هر حال اولین میتینگ رو ست میکنیم، اطلاعات لازم که در واقع فکت فایند اون فرد هست گرفته میشه و با توجه به اطلاعاتی که داریم ازشون و گولی که اینا دارن در واقع شروع میکنیم ریسرچ مارکت که کدوم آپشن بهترین آپشنه برای اون کلاینت. توی اون مرحله معمولا حالا جنرالی الان ما بهتره راجع به هوم لون بگم اینو، توی اون مرحله به این صورته که در واقع معمولا به کلاینت میگیم که اوکی من یه محاسبه اولیه وام رو انجام میدم، اوکی با توجه به شرایط کلاینت میگیم که الان بارینگ پاور شما اینه، بهترین آپشن ها اینا هستن، ولی توی این بازی که داره این اتفاقات میفته معمولا توصیه‌مون اینه که شما ریسرچ مارکتتون رو شروع کنید اگر که خریدار هستید. برای ریفایننس که قضیه کاملا متفاوت هست و در واقع اونو هم توضیح میدم جداگونه. توی اون مرحله هم که ریسرچ هم کلاینت ریسرچش رو شروع میکنه توی مارکت و همین که ما لندر آپشن هامون رو بر اساس نیاز مشتری و بر اساس در واقع شرایطی که داره مچ میکنیم با پالیسی لندر. الزاماً هر کلاینتی با هر لندری مچ نیست، حتی اگر بهترین ریت باشه یا بالاترین باروینگ باشه. این مسئله مهمیه که بدونیم اگر که در واقع کامنولث داره یه ریتی رو آفر میده من میخوام باهاش برم، آیا من فیت این ریت و این پروداکت هستم، این لندر هستم، منو به عنوان یه در واقع باروئری که
این لون بهش تعلق میگیره قبول میکنه یا نه، یا اینکه باید آپشن بهتری باشه. اینا بررسی‌های اولیه. بعد از اون لون استراکچر رو میچینیم باز هم بر اساس نیاز کلاینت و اون چیزی که فکر میکنیم بهترین آپشنه. همه اینا رو توی این مرحله با خود کلاینت صحبت میکنیم. و در مورد حالا مخصوصا میدونم که چیزی که مسئله که مهمه کاست و فی و ریت در واقع اون پروداکته که همه اینا توی مرحله در واقع ریسرچ و ریویو قبل از اینکه اپلیکیشنی سابمیت بشه اینا همه صحبت میشه. یه گیم پلن براتون فرستاده میشه برای کلاینت ها که انتخاب ها مشخص شده که حالا چند تا بین 3 تا 5 تا معمولا ما آپشن رو در نظر میگیریم و انتخاب خودمون رو میگیم و باز هم در مرحله کلاینت میتونه نظرش رو بگه. و مرحله بعد از اون در واقع پری اپروواله که احتمالاً اکثرا اسمش رو شنیدن. در واقع اپلیکیشن اولیه گذاشته میشه. کلاینت بر اساس اطلاعاتی که من به در واقع لندر دادم و مدارکی که در واقع من از کلاینت گرفتم و این مدارک رو کنار همدیگه گذاشتم به اون شکلی که بهترین حالت ممکن برای کلاینت میشه، در واقع میریم جلو و پری اپرووال رو میگیریم. اپلیکیشن لاج میشه، پری اپرووال رو میگیریم. به محض پیدا کردن پراپرتی در پروسه خرید، پراپرتی به محض اینکه پیدا شد والویشنش چک میشه با همون بانکی که پری اپرووال داریم و این پری اپرووال تبدیل به فرمال اپرووال میشه. بانک والویشن انجام میده و تبدیل به فرمال اپرووال میشه، یعنی آن کاندیشنال اپرووال. و بعد هم لون داکیومنت ها ارسال میشه به کلاینت از طرف بانک، امضا میشه و آماده ستلمنت میشیم. معمولا فاصله بین امضای قرارداد تا ستلمنت 42 روزه، به طور استاندارد 42 روزه یا 6 هفته است. اما این میتونه بسته به خواسته دو طرف، فروشنده و خریدار که در واقع سالیسیتور این وسط هست. سالیسیتور میشه وکیلی که در واقع قرارداد خونه رو برای شما سالیسیتور یا کانوینسر میخونه و با توجه به بندهای قرارداد به شما میگه که آیا این بند به نفعتون هست، نیاز به تغییری داره، امندمنتی نیاز هست یا نه. با سالیسیتور فروشنده این رو چک میکنن و همینطور شما و در واقع بعد از اون برای ستلمنت آماده میشن. حالا میگم اون نگوشیبله که میتونه بین حتی 20 روز، 15 روز، 2 هفته تا چند ماه بسته به نوع اون ملک. حتی ملک هایی هستن که در واقع وارث دارن و اینا باید تقسیم بشه، ممکنه چندین ماه حتی زمان ببره، پس تایم فریم خاصی براش وجود نداره. ولی نورمالی 42 روز از زمان امضای قرارداد هستش. و در واقع ستلمنت انجام میشه، پراپرتی ستل میشه و شما مووین میکنید اگر که خونه برای در واقع اونر آکیوپاید هست. ولی اگر که اینوستمنته که خب باز هم ستلمنت انجام میشه و موومنت تننتتون انجام میشه. معمولا آنگوینگ ساپورت هستش بعد از ستلمنت، در واقع فالو آپ میشه با کلاینت ببینیم همه چیز خوب پیش رفته، آیا در مورد بانکش مشکلی نداره، اپلیکیشنش مشکلی نداره، شرایطش همه چیز اوکی ستاپ شده و اگر که نیاز بررسی بیشتری داشته باشه اینا رو همه استپ بای استپ میریم جلو و باشون چک میکنیم. زمانی که برای درخواست یه وام میخوایم اقدام کنیم که از چیزایی که هستش اینه که ما باید ببینیم آیا این لونی که ما داریم انتخاب میکنیم انتخاب صحیحی برای ما و در واقع فاینانشال گول ما هستش برای فیوچر یا نه. اینکه پراپرتی داریم میخوایم اونر آکیوپاید، خب اوکی ریتش باید اونر آکیوپاید بگیریم، پروداکت اونر آکیوپاید باشه یا اینوستمنت، ولی گاهن شرایط کلاینت ها میتونه تغییر کنه. زمانی که پری اپرووال میگیریم در واقع وام رو بر اساس اینوستمنت گرفته باشیم، اما اون وسط یه تغییراتی اتفاق بیفته و ما نیاز باشه اینو به بانک اعلام کنیم که اینا هم کار ماست. و انتخاب در واقع نوع وامتون، این که میخوایم وریبل باشه، انواع وام یا وریبل یا فیکس یا اسپلیت لونه که در واقع میشه میکسی از یک یا چند بخش وریبل و یا در واقع فیکس. اگر که میخواید در واقع ریسک رو بشکنید، کلاینت ها گاهی وقتا میگن که ما نمیدونیم علامت وریبل برداریم یا فیکس. حالا با توجه به دیتا هایی که در دسترس داریم خب میگیم که به نظر میرسه الان ریت توی حالت دراپ کردنه، ولی اگر که فکر میکنید شرایط مالی جوریه که میخواید
مطمئن باشید اضافه پرداختی پیش نمیاد، ریت به هر دلیلی بالا بره شما رو افکتد نمیکنه. یه عده تصمیم میگیرن توی همین مارکت هم فیکس بردارن که خب الان فیکس های مقدار ریتشون رو پایین تر از وریبل میدن به این خاطر که خب همچنان وریبل شانس پایین اومدن رو بهش میدن، یا اینکه برای اینکه میگم بشکنن اون ریسک رو در واقع یک بخش رو فیکس برمیدارن و بخشی رو وریبل. فیچرهایی که هر وام میتونه داشته باشه، هر پروداکت میتونه داشته باشه، شامل در واقع داشتن حساب آفست یا داشتن فسیلیتی ریدرو و گاهی وقتا حالا خیلی آپشن‌های دیگه هستش، خیلی فیچرهای دیگه هستش، اینکه اون بانک سالری کردیتد بشه یا اینکه نمیدونم دایرکت سالری کردیت بشه برداشته بشه از اون حساب در واقع درآمدیشون، و داشتن آفست و ریدرو هستش که خب آفست و ریدرو دوتا آپشنایی هستن که وقتی پکیج برمیداریم جفت اینا رو با هم داریم که معمولا یه پکیج فی میدیم، یا به صورت سالیانه داره اون هزینه رو یا به صورت ماهیانه بین 8 تا 10 دلار بسته به لندری که انتخاب میشه. و ریدرو هم که در واقع آفست کارش اینه که ریدرو رو بعد از این توضیح میدم. آفست کارش اینه که اوکی فکر کنم سوالی هستش اینجا، ببخشید. آره من زدم. من فقط می‌خواستم بهتون بگم که اینجا چون بچه‌هایی که هستن ممکنه که تازه اومده باشن اصلا ندونن این مباحث رو، شاید بهتر باشه که یه مقدار وارد این بحث بشید که دقیقاً آفست اکانت چیه یا ریدرو چیه، اینو که داره توضیح میدید. ممنونم. خواهش میکنم. آفست اکانت در واقع یه اکانت سیوینگه که لینک به هوم لون شماست. عملاً یه حساب ترانزکشنال اکانته که شما هر وقت بخواید به اون حساب دسترسی داریم و به سیوینگی که اونجا دارید. کارش اینه که در واقع اگر که شما $500,000 بالانس هوم لون شماست، $50,000 توی حساب آفستتون دارید، اگرچه روی ریپیمنت هاتون تأثیری نداره ولی روی اینترستی که توی بازه اون زمانی لونتون دارید میدید اثر داره. به این شکل که $500,000 لون، $50,000 توی حساب آفستتون لینک به اون هوم لون یعنی $450,000. شما در واقع دارید روی $450,000 اینترست یا سود پرداخت میکنید. اگرچه ریپیمنتتون تغییر نمیکنه، اما هر چقدر که اینترست در واقع روی اون $450,000 هر چقدر اون ریپیمنتی که دادید اضافه تر داده باشید از اصل وام دارید کم میکنید. و ریدرو هم به این صورته که تمامی ریدرو میتونه این آفست اکانت عمل کنه و در واقع باز هم میتونه سیوینگتون اونجا باشه، ولی این آپشن این که در واقع ترانزکشنال اکانت نیست، شما یه ترانزکشن اضافه تر انجام میدید و اون پول رو به ترانزکشنال اکانت جابجا میکنید و بعد برمیدارید. خیلی ها معتقدن که در واقع ترانزکشنال اکانت و آفست ریدرو و آفست عین هم عمل میکنن، فقط اینکه کاست افکتیو تره. نورمالی حساب های بیسیک که پکیج نیستن در واقع آپشن های ارزون تر و کاست افکتیو تری هن. ولی جفتشون مثل هم عمل میکنن. ریدرو به این معنیه که در واقع ما اضافه پرداخت هایی رو که شما داشتید تا الان توی هوم لونتون میتونید از اون وام بکشید بیرون. یعنی 500,000 تا وام شما تا الان $10,000 اضافه پرداخت داشتید، هر ماه یه ماه $100، یه ماه $200، یه ماه $1,000 پرداخت کردید، الان خواستید اونو بردارید و اون پولایی که روی در واقع تو حساب ریدروتون بوده اون هم عین همون آفستتون داره عمل میکنه. ریپیمنت شما رو کم نمیکنه ولی بالانس وام شما رو عملا توی یه بازهی کم کرده و شما اینترست کمتری و سال کمتری خواهید داشت روی اون وام. این هم روی لون ترمتون اثر داره، هم در واقع اینترستی که پی کردین توی اون 30 سال وامی که دارید، اگر که 30 ساله باشه. و در واقع مسئله مهم اینه که استراکچر اون در واقع وام چجوری برداشته میشه. اینکه یک نفر اکانتنتش، مخصوصا حالا در مورد مسائل تکس بنفیت، اونا کار اکانتنت و پیشنهادهای اوناست که آیا این وام رو من بهتره اینترست اونلی بردارم، پرینسیپال آن اینترست بردارم یعنی فقط سود بدم، یا سود و اصل رو با هم بدم.
هر ماه اگر چقدر من اکسترا ریپیمنت داشته باشم وامم رو چقدر پی آف میکنم. مثلا به عنوان مثال یه وام $500,000 من اگر که $200 در ماه اکسترا ریپیمنت داشته باشم میتونم ممکنه 6 سال سیو کنم و توی 24 سال اینو پی آفش کنم. ولی اون مسئله استراکچر در واقع هوم لونتون که ریپیمنت هاتون چجور باشه اون یه چیزیه که باید واقعا راجعش صحبت بشه، فکر بشه و بر اساس اون چیده بشه که کدوم حالت برای کدوم کیس مناسب تره. اگر که سوالی هستش من چیزی نیستش آقا محمد فعلا. اوکی. سوالی نیست. اوکی. بسیار همالی. در مورد LMI صحبت میکنم. LMI چی هست و چطور میتونیم از پرداختش در واقع اوید کنیم و پرداخت نکنیم. بانک ها معمولاً برای وام های بالای 80% در واقع یک ترد پارتی دارن که اینا رو در برابر باروئر گارانتی میکنه. یعنی لندر مورگیج اینشورنس اینشور میکنه، بیمهشون میکنه در برابر ریسک هایی که بابت کلاینتی که بالای 80% وام گرفته و عملا فقط لندر پروتکت میشه نه کلاینت، ولی هزینه رو خب باروئر باید بده. پس هر لون بالای 80% LMI رو داره مگر اینکه شامل اون آپشن LMI ویوری که بعضی از بانک ها 85% و بعضی 90% این LMI رو ویو میکنن. البته که LMI ویو میشه ولی ریت بر اساس همون 85% یا 90% محاسبه میشه. ولی خب این سیوینگی که میتونید از ویو شدن LMI و عدم پرداختش داشته باشید میتونه چند $10,000 باشه که اگر که در واقع پراپرتی که داره خریداری میشه، میدونیم که پراپرتیه که ما الان درسته داریم روی 90% میخریم ولی یک سال دیگه 6 ماه دیگه انقدری خوب داره پیشرفت میکنه که ممکنه به در واقع 80% برسه. این یکی از آپشن‌های خوبه با بانک‌های بریم که LMI ویو میشه و بعد این وام رو ریفایننس میکنیم به در واقع ریت بهتری که برای 80% میتونیم بگیریم، چون در واقع LMI پولی که از جیب شما رفته و دیگه هیچ موقع بر نمیگرده. و حدوداً چقدر میشه مثلا برای $1,000,000 وام میدونید؟ بستگی داره، نه باید محاسبه کنم. آخه بانک با بانک هم حتی فرق میکنه، یعنی این خیلی خیلی عددش میتونه متفاوت باشه بسته به اینکه ما با کدوم بانک ها پیش میریم. آیا در واقع فاینانشال اینستیتوت هایی که میگم بستگی داره، خیلی خیلی متغیره. و بعد دوباره اینکه حالا ما از 80 مثلا 80مون 81 80 مثلا 3% یا 86% یا نزدیکتر به 90، باز همه اینا تاثیر داره روی اینکه مقدار LMI چقدر بالا میره. ولی عدد بزرگیه، معمولا عدد بزرگیه، ولی این در واقع باعث نمیشه که خریدار رو از مارکت بخواد عقب بندازه، چون چیزی که مشخصه سرعت حرکت مارکت همواره بیش از سیوینگیه که کارمند میتونه داشته باشه یا روی اینکام میتونیم داشته باشیم، بسته به مارکت اون زمان. و فکر میکنم خیلی بسته به شرایط هر کلمه، ولی خیلی منطقی نیستش که بمونیم منتظر حتما اون 20% رو جمع کنیم. میشه اینو بررسی کنیم که داره چه اتفاقی میفته، چه جوری برای ما بهتره. یعنی در واقع همش کلکولیشن و ریاضیه، ببینیم ما اگر که بمونیم این 20% جمع بشه اون موقع مارکت میتونه چه جوری باشه و آیا من هنوز اون موقع توان وامم همینقدر، قیمت خونه چقدر بالا رفته. یکی از مسائلی که LMI ویور داره فقط همون برای یه عده یا در واقع پروفشن خاصی دارن، مشاغل خاص که هلسکر یکی از اوناست، مهندسین هستن، گاهن بانک ها آفرهای خاصی میذارن که LMI رو براشون ویو میکنن و همینطور در واقع یه سری بانک ها کلا بدون اینکه در نظر بگیرن طرف در واقع شغلش چیه تا 85% یا حتی 90% نیاز به پرداخت LMI نیستش. فرست هوم بایر که اصلا کلا از پرداخت LMI معافه به شرط رعایت در واقع اون کپ ایالتیش و الیجیبیلیتیش که الان خب خیلی راحت تر شده برای فرست هوم بایرها، به راحتی میتونن در واقع بدون پرداخت LMI و با داشتن 5% پلاس استم دیوتی
مگر اینکه اون مبلغ خرید معاف از پرداخت استم دیوتی باشه برای فرست هوم بایرها، باز هم اونم یک کپ قیمتی داره که مثلا به عنوان مثال برای نیو ساوت ولز $800,000 معاف از پرداخت استم دیوتی هستن و میتونن با یک فرست هوم بایر برای خریدن پراپرتی $800,000 تنها به $40,000 دپوزیت نیاز داره، به علاوه هزینه‌های ریزی که برای در واقع سالیسیتور یا کانوینسره که 1000 تا 2000 حالا یه همچین عددی هست و مگر اینکه بخوان در واقع خودشون ایندیپندنت اینسپکشن انجام بدن، کسی رو بیارن اون پراپرتی رو اینسپکت کنه که اونم یه هزینه چند صد دلاری داره. و حالا تا $1,000,000 هم پراپرتی های حالا نیو ساوت ولز رو میگم تا $1,000,000 با دیسکاونت در واقع تخفیف داره استم دیوتیشون، ولی خب یعنی 5% پلاس اون استم دیوتی و بعد از 1,000,000 تا 1,500,000 که در واقع سقف خرید فرست هوم بایرها هستش برای سیدنی، اون دیگه هیچ تخفیف خاصی نداره، فقط معافیت از LMI عدم پرداخت اونه. و برای همونجور که گفتم برای نپرداختن LMI در واقع یا باید سیوینگ 20% رو داشته باشیم یا با بانک ها و آپشن هایی بریم که LMI رو ویو میکنن. آپشنی هستش به عنوان گارانتور پرنتس میتونن گارانتور وام بچه هاشون بشن گاهن و در واقع اگر که خودشون اکویتی دارن از روی پراپرتی هاشون میتونن اونو ساپورت کنن و استفاده کنن برای عدم پرداخت در واقع LMI باز هم. و همونجور که گفتم LMI ویور آپشن هایی که برای 85 تا 90% هست. مسئله بعدی اینه که لندرها جنرالی به چی نگاه میکنن وقتی میخوان یه اپلیکیشن رو در واقع به عنوان باروئرشون قبول کنن و اون اپلیکیشن رو اپروو کنن. مسئله مهم اینکام و استیبل بودن اون سورس اینکامه. اینکه جاب از کی شروع شده، چقدر هیستوری ایمپلویمنت وجود داره و اگر که هیستوریای قبلی آیا مرتبط با همین بوده یا نبوده و اینکه نوع اون شغل چیه، نوع اون اینکام آیا کژوال، آیا پرمننت، اگر که در واقع پارت تایمه یا فول تایمه و اینکه چیزی که در واقع ما معمولا بررسی میکنیم اینه که ما مستقیم وقتی آدم مستقیم خودش میره به بانک مدارکش رو میگه که این شرایط منه، بانک میگه که اوکی من بر اساس این مثلا میتونم اینجوری شما رو بررسی کنم، شما 500,000 تا میتونی وام بگیری. ولی گاهن راههایی وجود داره برای اینکه بتونیم اون باروینگ رو حتی تغییرش بدیم، حتی ممکنه سیم لندر میایم نگاه میکنیم ببینیم این لندر پالیسیش برای محاسبه اینکام این فرد چی بوده اصلا، یعنی به این اینکام چجوری محاسبه میکنه، آیا فقط به پی اسلیپش نگاه میکنه، اگر که در واقع پی ای وای جی حقوق میگیره و پی اسلیپ داره آیا فقط به پی اسلیپش نگاه میکنه. معمولا میگه اوکی اگر این برای سال مالی مثلا 6 ماه نشده باشه ما در واقع اینکام استیتمنت سال مالی قبلی رو میخوایم که ممکنه کمتر باشه و اون باعث بشه اون باروینگ بیاد پایین. ولی راههای دیگه رو ما پیشنهاد می‌کنیم، مثلا میگیم که خب اوکی ما میتونیم سالری کردیتدش رو نگاه کنیم، نت تو گراس کنیم، یه سری روش‌ها وجود داره که در واقع کمک میکنه بررسی بهتری بشه و از بانک رو قانع کنیم که بتونه وام بهتری رو بده. سیوینگ و دپازیت برای فرست هوم بایرها مثلا ظاهرا یه سوال داریم، حتما این سوال رو بگیره بعد بفرمایید. ببخشید عزیز من یه سوال خواستم ببینم که مثلا اگر توی پروسه جاب عوض کردن باشیم این چجوری میتونه ایمپکت بذاره، همین که حالا چه قبل از پری اپرووال مثلا توی پروبیشن باشی و یا اینکه مثلا پری اپرووال رو گرفتی و بعد جابتو عوض کردی، حالا اینکام رفته بالا ولی خب پروبیشن نیست. اوکی مسئله اینه که بعضی از بانک ها ترجیح میدن باروئرایی رو که توی پروبیشن هستن رو در واقع پالیسیشون یه مقدار سخته، بنابراین اگر که ما اینو آپفرانت بدونیم که امکان جابجایی در واقع ایمپلویمنت وجود داره، ممکنه شما توی این فاصله‌ای که ما داریم اقدام میکنیم تا زمانی که اپرووال حداقل اپرووال اصلی رو بگیریم احتمال جابجایی کار وجود داره، اینو اگر که از قبل بدونیم
میریم سراغ بانکایی که مشکلی با پروبیشن و به قول معروف واند ایمپلویمنت حتی نداشته باشن. هستن بانکایی که میگن ما حتی واند ایمپلویمنت رو قبول میکنیم، اگر که اونایی که میگن واند ایمپلویمنت رو قبول میکنیم حتی در واقع لیمیتیشنی ندارن که اگه گپی بین دوتا کار بوده، اگر که توی 1 سال گذشته 2 تا جاب مثلا یا 3 تا جاب عوض کرده، بعضیشون این محدودیت رو دارن. ولی اگه از قبل بدونیم یک جوری اینو میریم جلو که بدونیم اوکی ما با این بانک داریم میریم جلو، با پروبیشن با نیو ایمپلویمنت هیچ مشکلی نداره. و سوال بعدیتون این بودش که اگر که توی پروسه پری اپرووال اون جا قبلی بوده و جابجا شدین، حالا اینکام بالاتر رفته که خب اون اصلا مسئله ساز نیست، ولی حتما هر تغییری رو ما به بانک اعلام میکنیم، چون ممکنه بعد از حتی گرفتن پری اپرووال نیاز باشه مجددا بهشون پی اسلیپ جدید بدیم، یا اگر که پی هنوز نیومده در واقع کانترکت رو نشون بدیم، ولی مشکل ساز نیستش اصلا. مرسی، ممنون. خواهش میکنم. اگه سوالی نیستش من ادامه بدم. سیوینگز اند دپوزیت این مسئله نسبتا مهمیه. حالا سیوینگ یه بخش، دپوزیت در واقع منظورمون اینه که کانتریبیوشنتون و فاندز تو کامپلیت شما، این پول رو ما بتونیم نشون بدیم که زمان ستلمنت این پول وجود داره. و سیوینگ برای فرست هوم بایرها و برای کسایی که در واقع 5% دپوزیت میخوان بدن، به عنوان در واقع قانون گاورمنت اینه که باید جینین سیوینگز داشته باشن. جینین سیوینگز به این معنیه که 5% دپوزیت رو به مدت مینیمم 3 ماه توی حساب بتونن نشون بدن. و اگر که اون وجود نداشته باشه، یه راه دیگه براش وجود داره که در واقع آلترناتیو اونه و جایگزین اونه که بهش میگن رنتال لجر یا رنتال هیستوری بتونیم ارائه بدیم به بانک، که اونا خب اونو برای گاورمنت ارائه میدن و اون برای کسی که از طریق ایجنت خونه رو اجاره کرده به ایجنتش میگه و اونا بهش 6 ماه رنتال هیستوری یا رنتال لجر میدن، که این دقیقاً کار همون جینین سیوینگز رو میکنه. البته هستن بانکایی که هنوز فقط جینین سیوینگز رو میخوان، یعنی رنتال هیستوری رو قبول نمیکنن، ولی خیلی از بانک‌ها رنتال هیستوری رو قبول میکنن به عنوان اون 5%، به عنوان اون جینین سیوینگ. ولی زمانی که میخوایم اقدام کنیم باید عدد لازمی که نیاز داریم، مثلا ما میگیم 15% رو داریم، این 15% رو داریم، 85% میخوایم وام بگیریم، 15% رو باید استیتمنت رو داشته باشیم که نشون بدیم که اون وجود داره برای ستلمنت. یکی از چیزایی که خیلی موثره توی تایید گرفتن از لندر برای دادن وام به در واقع باروئر هستش کردیت ریپورت و کردیت اسکوره، مخصوصا برای بچه هایی که تازه از ایران اومدن. ممکنه حالا چون کردیت فایل زمانی در واقع شروع میشه که شما اول اینکوایری ها رو میذارید، یک عمر کردیت فایل ها ممکنه خیلی کوتاه باشه و امتیاز خیلی بالا نباشه و به عنوان مثال رفتین اپتوس درخواست در واقع گوشی با پلن گذاشتید، اونا براتون اومدن کردیت چک کردن و گفتن که ما الان نمیتونیم به شما بدیم، شما کردیت فایلتون مثلا سنش کمه، عمرش کمه، یا به هر دلیلی ما الان اعتبار شما پایینه نمیتونیم. مجددا خب شما دوباره میرید یه شعبه دیگه، یک جای دیگه برای یک اینو اجازه اشکال نداره اینو توضیح بدم و بعدش بریم چیزو. یا من فقط میخواستم بگم که توی بحث کردیت در واقع کردیت اسکور شاید از اولش باید شروع بکنید، چون مثلا میگم باز بچه‌ای که از ایران اومدن احتمالاً اصلا هیچ دیدی ندارن که اصلا کردیت اسکور چیه قضیهش. یعنی یه شرکتایی هستن این کار رو دارن میکنن و این دیتا ها رو جمع میکنن، اینو در واقع باید بگیم بهتر. حتما. کردیت اسکور در واقع نمره اعتباری شماست بابت لایبیلیتی هایی که داشتید و در واقع نشون میده شما چقدر آدم قابل اعتمادی هستید برای بانک که بخواد روی شما حساب کنه و به شما وام بده. اون نمره بر اساس چند تا چیز میاد دیگه. شما کردیت کارت دارید و همیشه پرداخت‌های به موقع داشتین، بیل هاتون هیچ موقع عقب نیفتاده، چون تمام اینا وقتی که عقب میفته
در واقع اونا این اجازه رو دارن، شرکت ها و پرووایدر ها این اجازه رو دارن که برای شما این میستری پیمنت ها رو روی کردیت فایلتون در واقع ثبت کنن و این اثر خیلی منفی داره روی نمره کردیتتون. در واقع درخواست زیاد مثل اینکه همینی که الان داشتم میگفتم، میخواید برید پلن موبایل بگیرید، حتما اونا شما رو کردیت چک میکنن. میخواید پرووایدر برق بگیرید، باید مطمئن باشید و حتما چک کنید ببینید نگفته اینا در واقع هارد اینکوایری میذارن و آیا اصلا اینکوایری داره گذاشته میشه یا نه. هر اینکوایری، هر درخواستی برای هر نوع وامی، کردیت کارت، پرسونال لون، کار لون و همه اینا میتونن اثر بذارن و کردیت شما رو بیارن پایین. هر چه کردیت پایین تر بیاد، امکان اینکه با بانک هایی که در واقع یه مینیمم دارن، معمولا بانک های مینیمم دارن و شانسش رو از دست میدید که با بانک های بهتر در واقع برید و ریت ها میره بالاتر. البته در مورد هوم لون این ریت بالاتر خیلی صدق نمیکنه، ولی در مورد پرسونال لون و کار لون این قضیه به شدت هستش و دقیقاً ریت شما بر اساس کردیت اسکور شما بالا یا پایین میاد. برای ساختن یک کردیت در واقع فایل خوب، حالا اینکوایری میگذارید ولی حداقل فاصله هاشون رو سعی کنید چند ماه زمان بدید، یا اگر که دارید درخواستی رو میذارید مطمئن بشید که مثلا دارید با یه بانکی چک میکنید، میخواید ببینید توان وامگیریتون برای پرسونال لون چقدره، حتی بعضیا برای هوم لون، بعد همون براشون ثبت شده بدون اینکه دقت کرده باشن که این میتونه کردیت اسکورشون رو افکت کنه. همه چیز برای یک کلاینت گاهن آماده است، مراجعه میکنه، مدارکش همه چیز آماده است و ما یه کردیت ریپورت میگیم، خودش میگه نه من هیچ مشکلی ندارم، همه چیز، نه من میستری پیمنتی نداشتم. بعد کردیت اسکور رو چک میکنیم و میبینیم که بله چندین اینکوایری توی فاصله خیلی کم، توی مثلا 6 ماه ممکنه 10 تا 12 تا اینکوایری گذاشته، هر بار ریجکت شده ولی نمیدونه دلیل اون ریجکت چیه. میگه که خب اوکی من با نب ریجکت شدم، الان میرم با سی بی ای ریجکت شدم، میرم ANZ و همین باعث میشه که تمام این درخواست ها اون اسکور رو بندازه و در واقع کلاینت محبوب بانک نباشید. معمولا میخوان بانک ها که 650 رو ببینن، هستن که با این کمتر هم اگر که اکسپلینیشنی براش وجود داشته باشه بتونیم توضیح بدیم که چرا اصلا شما به ما توضیح میدید و ما به بانک توضیح میدیم و اونا رو قانع میکنیم که دلیل این، حالا اگر عقب ماندگی توی ریپیمنت بوده، هستن شرکت هایی که حتی این رو فیکس میکنن، یعنی میگردیم مشکل رو پیدا میکنیم و با شرکت های صحبت میکنیم که شاید بتونن این مشکل رو فیکس کنن اگر که قراره در واقع سریعا سراغ وام بریم. و خودتون میتونید کردیت ریپورتتون رو چک کنید، ما هم میتونیم چک کنیم، ولی خب حالا ترجیحاً زیاد سعی کنید حالا کردیت ریپورت رو هم از جاهای مختلف خیلی درخواست ندید که اونم گاهن بعضی وقتا در واقع تاثیر میذاره. ولی هستن سایت هایی، یه دونه ایلینه، یه دونه کردیت سویه فکر میکنم و یکی دو تا شرکت دیگه هستن که میتونید از اونجا خودتون در واقع کردیت ریپورتتون رو و اسکورتون رو ببینید. فقط سعی کنید مرتب و منظم باشید توی مسائل فاینانشالتون، یعنی اصلا میستری پیمنت، تأخیر در پرداخت، اینا خیلی مهمن و در کنارش حتما اینکوایری ها رو دقت کنید. و یکی از چیزهای دیگه ای که بانک ها بهش نگاه میکنن در واقع لیوینگ اکسپنس و اگزیستینگ در واقع دیتایی که شما دارید. لیوینگ اکسپنس رو معمولا خود کلاینت یه بار اعلام میکنه و یه بار ما از روی بانک استیتمنت ها در میاریم که چقدر. بانک معمولا یه جدول هم داره که یک مینیمم رو در نظر میگیره برای استراکچر اون فامیلی، اگر که سینگل، کاپل با 2 تا دیپندنت، همه اینا متفاوته. حتی لوکیشن زندگیش هم میتونه روی اون اثر بذاره. شما حتی اگر که از اون عدد مد نظر در واقع بانک هم پایین تر باشید، باز بانک بیس رو اون در نظر میگیره. فرض بر این که بانک 2500 داره در نظر میگیره لیوینگ اکسپنس یه نفر رو، شما 2000 تا دارید خرج میکنید، اون بیس رو همون 2500 میذاره. ولی اگر که بالاتر باشید در واقع ادیشنال لیوینگ اکسپنس در نظر گرفته میشه که روی باروینگ شما اثر داره.
و بدهیایی که دارید همه چیز باید شفاف و مشخص باشه. کردیت کارت ها حالا به هر عددی بالانسشون لیمیتشون هر چقدر هست اون تأثیر گذاره روی توان وامتون. پرسونال لون، کار لون و یا هر گونه در واقع دتی که دارید. لون تو ولیو ریشیو چی هست؟ LVR. LVR در واقع نسبت لون شما به ولیوی پراپرتیه و شما ریتی که میتونید بگیرید بر اساس این LVR محاسبه میشه و هر بانکی یک ریتی رو آفر میده. گاهن میشه درخواست پرایسینگ داد و حتی بهترین ریت مارکت رو بهشون میگه ما همچین ریتی داریم، آیا شما میتونید این پرایس رو مچ کنید. LVRش پایینه. معمولا وقتی LVR زیر 80% خب در واقع برای بانک کیس جذابتریه و خیلی مشتاقن که به این کلاینت سرویس بدن و میگم هرچه LVR پایین تر امکان گرفتن ریت در واقع بهتر بیشتره. بالاترین LVRی که میشه از مارکت گرفت چی هستش؟ 98 هم میشه، تا 98 هم میشه یا 95 پلاس LMI به شرط اینکه توان وامتون در واقع اوکی باشه. یعنی 95% دپازیت، ببخشید 5% دپازیت و LMIش رو 95 اینکلودینگ LMI نیست، 95% پلاس LMI. ولی هستن بانکایی که 98% هم وام میدن. یه سوالی هم داریم که آیا این قابلیت وجود داره که فردی که چند تا ملک داره بیاد و گارانتی بکنه پیمنتو، مثل ایران که گارانتور وجود داشت برای وام؟ چی رو گارانتی بکنه؟ متوجه نشدم. منظورشون اینه که مثل ضامن وام شما باشه، یه دوستی مثلا ضامن وام شما بشه. نه، در مورد هوم لون فکر نمی‌کنم این اتفاق وجود نداره. فقط اون حالتی که گفتین برای دپازیت پدر مادر بتونن ضامن فرزندشون بشه. دقیقاً. این مبحث کردیت هلث ماترز، حالا من اونجا تقریبا همش رو کاور کردم و میبینید که یکی از اون شرکتایی که هستش اکویفکسه که نمیدونم فری براتون چک میکنن یا نه کردیتتون رو، ولی میتونید چک کنید. میگم چند تا شرکت هستن. پیمنت هیستوریاتون نقش خیلی مهمی دارن. اینکه چند تا الان در واقع اکانت باز دارید توی کردیت فایلتون، چند تا اینکوایری گذاشته شده، چند تاش الان هستن، چند تا کلوز شده. گاهی وقتا حتی ممکنه شما یه کردیت کارت رو بستید ولی هنوز توی کردیت فایل شما داره نشون میده بازه. این یکی از مسائلی که حتما باید چک کنیم و ببینیم که آیا واقعا اون وامی که ما داشتیم، اون بدهی که ما داشتیم و الان پی آف شده، تمام شده، آیا توی در واقع کردیت ما، توی کردیت فایل ما هنوز داره دیده میشه یا دیگه بسته شده و در واقع پاکه. اگر که نشده، حتی میگم ممکنه گاهی وقتا ممکنه چند هفته زمان ببره. گاهی اوقات نیاز هستش که یه نامه بگیریم که از اون شرکتی که باهاش در واقع اون کردیت رو داشتید نامه‌ای بگیریم که نشون بده اون بسته شده و در واقع کلوزر لتر بهشون ارائه بدیم. الان میخوام در مورد ریفایننس صحبت کنم، در مورد حالا کسایی که در واقع وامی دارن و به هر دلیل این وام نیاز به ریفایننس داره. چه زمانی ما در واقع نیاز داریم فکر کنیم که شاید بد نباشه به ریفایننس فکر کنیم؟ یکیش اینه که طبیعتا اولیش شاید اینترست ریت باشه. میگیم که اوکی به نظر میاد بد نیست یه ریویو بشه این ریت، شاید من بتونم ریت بهتری بگیرم. و همیشه با یک در واقع loyalty doesn't always pay، یعنی همیشه اینجوری نیستش که شما لویال کلاینت یک جایی بودید به شما ریت خوبی بدن و اصلا لوک افتر کنن از شما. معمولا بانک ها اگزیستینگ کلاینت هاشون رو خیلی دیگه نمیگم مهم نیست، ولی بد نیستش که هر از گاهی یا از خود همون بانک بخواین ریتتون رو ریویو کنن یا اینکه آپشن هایی که توی مارکت وجود دارن بر اساس شرایطتون چک کنید. اگر امکان ریفایننس براتون وجود داره حتما بهش فکر کنید، چون معمولا میتونه couple of thousand dollar مثلا توی سال یا چند ماه حتی داشته باشه. گاهی وقتا با 1% تفاوت حتی
1% عدد خیلی زیادیه روی یه وام نمیدونم مثلا $500,000 میتونه خیلی راحت یه اثر زیاد بذاره، اثر بزرگی رو بذاره و توی بازه طولانی این خیلی تاثیرگذاره و قطعا سیوینگ خواهیم داشت اونجوری. لندر رو معمولا میگیم هر 1 سال تا 2 سال سعی کنید یه چک کنید، یعنی ریویو 1 تا 2 ساله انجام بشه روی وامتون، ببینید تو هر 1 سال 2 سالی وضعیت وامتون چجوریه، اگر که پراپرتیتون ارزشش چجوری بالا رفته که در واقع زمانی که وام رو گرفتید روی 90% بودید، الان شاید شده باشید 70%، شاید شده باشید 80% و بتونید ریت بهتری رو بگیرید، قطعاً ارزش جابجایی رو داره. گاهی وقتا کشبک آفر هایی هستش که حالا الان این اواخر کمتر شده، ولی کشبک آفر مثلا بانک میگه که اوکی وامت رو به من جابجا کن و علاوه بر اینکه حالا ریت بهتری میگیری و کلا کاستت خیلی کمتر میشه، من یک کشبک هم به عنوان در واقع هدیه بهت میدم، حالا 1500 2000 بسته به شرایط اون بانک. و یا پراپرتی ولیوش بالا رفته و شما اکویتی اونجا دارید و لون تو ولیو ریشیوتون اومده پایین، در واقع 90% اون روزتون شده 80%، یا اینکه شما انقدری در واقع باز پرداختاتون زیاد بوده که یعنی این تاثیر رو از دو جا گرفتید، یا همزمان قیمت پراپرتی رفته بالا و یا شما ریپیمنت های زیادی دادین، اون موقع وامتون 500,000 تا بوده الان شده 400,000 تا، قیمت پراپرتیتون هم شده $800,000، الان این در واقع LVR شما 50%. خب طبیعتاً میشه ریت خیلی خوبی رو درخواست داد و گرفت. الزاماً موندن با اون بانک برای شما بهترین گزینه نیست در صورتی که در واقع توانایی این جابجایی رو داشته باشید. ممکنه که خود بانک رو نگوشیت کنید و ریت شما رو پایین بیارن یا بله. نه باید جابجا کنید؟ نه، بانکی که باهاش هستید رو میشه باهاش در واقع نگوشیت کرد، قطعاً که هیچ کاستی نداره. خب به هر حال چون جابجایی وام میتونه $300-400 برای شما هزینه داشته باشه و دوباره ستاپ کردن دیسچارجش از اون بانک و ستاپ کردن اون وام با بانک جدید باز میتونه، حالا گاهی وقتا بانک ها اون رو در واقع اپلیکیشن فی یا ستلمنت فی رو بر میدارن و ممکنه هزینه نداشته باشه، ولی ممکنه یه هزینه زیر $500 هم براتون در واقع بانک جدید داشته باشه. اولش بد نیستش با بانک خودمون همیشه این نگوشیشن رو داشته باشیم، ولی معمولاً طبق تجربه اینجوریه که بانک تا یه حدی روی کاردد ریتی که در واقع خودش داره دستش بازه که دیسکاونت بده، دیگه بیشتر از اون پایین نمیاد. یعنی و بنابراین خب هستن معمولاً آپشن‌های توی مارکت که خب ریت‌های خیلی خوبی دارن و سیوینگ بزرگیه برای ما. و در مورد بعدی ما 2 سوال داریم اگر که این بحث فایننسینگ تموم شده. یکی این هستش که اگه چند درصد مبلغ خونه رو اول بتونیم پرداخت کنیم، امکانش هست که بانک بدون توجه به مبلغ درآمد وام بده. مثلا برای خونه 1 میلیونی 200,000 تا رو پرداخت کنیم میشه که مثلا میشه لون ولیو ریشیو 80%. بدون در نظر گرفتن درآمد منظورشونه؟ بله. نه متاسفانه همچین آپشنی وجود نداره. در واقع اون دپوزیت و داون پیمنت شما تأثیری روی توان وامتون به طور مستقیم نداره که بانک اینو در نظر بگیره چون 20% رو داره من میتونم 80% رو بهش وام بدم و ارتباط مستقیم بین درآمد شما و عدد وامتون هست. درآمد، اکسپنس ها، لایبیلیتی ها و استراکچر فامیلی، همه اینا کنار هم دیگه مشخص میکنه در واقع توان وام شما چقدره. ولی اینو در نظر داشته باشید همیشه آپشن‌های خیلی متفاوتی داریم. این که الزاما رفتیم و یک بانک به ما گفته توان وام 500 تاست، این 500 تا میتونه با بانک دیگه 700 تا باشه. شاید بهترین آپشن مارکت نباشه ولی بهترین آپشن شما تیلر برای شما هست. ممکنه ریتش مثلا پایین ترین ریت مارکت نباشه، کاست افکتیو ترین نباشه، ولی اون پراپرتی که شما میخواید بخرید شرایطش چه جوریه که اگه الان شما اینو بخرید با هر بانکی بهتر از اینه که بمونید تا در واقع مثلا من چون نمیتونم با مکوئری برم ترجیح میدم مثلا نرم، چون مثلا مکوئری خیلی بانک خوبیه. در واقع بانکی که داره
این ریسک رو میپذیره و مشکل خاصی نداره که ما قبول کنیم با بانک‌های کوچیک‌تر یا در واقع فایننس در واقع کمپانی‌های دیگه بریم. نیاز نیستش حتما بانک باشه. خودتون رو محدود نکنید. از نظر من بهترین بانکیه که برای من کمترین هزینه رو داشته باشه. مهم نیستش که حالا چقدر بزرگه یا کوچیکه. ریسک بانک‌های کوچیک چیه در واقع؟ من خودم مثلا فکر می‌کردم که یکی از ریسک‌های بانک‌های کوچیک ممکنه این باشه که وسط راه یه دفعه‌ای مثلا بالا ببرن، به صورت نامعقول در واقع بالا ببرن، که البته در اون حالت شما میرید و ریفایننس میکنید دیگه اساسا. ولی فیکس گرفتن اون موقع با بانک‌های کوچیک بازم مسئله‌ای نداره چون فیکس دیگه. برای حالت سرمایه‌گذاری متفاوت میشه دیگه، چون توی حالت سرمایه‌گذاری شما درآمد قراره از این خونه با رنت ایجاد بکنید. اون درآمده اگه کاور کنه سرویسیبیلیتی شما رو، به نظر من اون موقع میشه دیگه. یعنی اون موقع یه عددی شما میتونید برسید که اینقدر پول میدم بقیه‌اش هم با درآمد اجاره کاور میشه. شما اصلا نیازی نیست کار کنید. درسته؟ البته نیازی نیست کار کنید که نه، ایمپلویمنت به هر حال باید یک سورس درآمد دیگه وجود داشته باشه برای این کار. شاید آپشنایی باشن که در واقع صرفاً بر اساس در واقع رنتال اینکام اون پراپرتی به شما وام بدن، مثل در واقع مثل کامرشال یه همچین آپشنی داره که در واقع لیست داک شما میری بر اساس اون رنتالی که ازش در میاری فقط اون وام رو سرویس میکنی، به پرسونال اینکام شما کاری ندارن در واقع. ولی اگر که بحث اینوستمنت، اگه پراپرتی اینوستمنت، خب اون وقت میشه یه جور دیگه باهاش چیز کرد دیگه، چون اصلا توان وام روی اینوستمنت خیلی خیلی متفاوت از اونر آکیوپایده، چون اون وام دیگه اون وقت مسئله تکس دیداکتیبل بودنش پیش میاد و اون باعث میشه که در واقع نگاتیو گیرینگ و اینا بیاد وسط، توان وام رو بالا میبره. به علاوه این که خب رنتال اینکام خود اون خونه هم هست، به شرط اینکه اون فرد یا حالا خودش داره تو خونه خودش زندگی میکنه یا داره یه جا مثلا رنت فری داره زندگی میکنه، با کسی با پرنتسش داره زندگی میکنه، با خواهر برادرش داره زندگی میکنه، رنت نمیده، یا رنتی که داره میده نسبت به رنتی که قراره از اون خونه بگیره خیلی کمتره. اون در اون صورته که اون حالت در واقع اینوستمنت لون کمک میکنه به مسئله باروینگشون. در مورد ریفایننس، حالا اگر که از بین دوستان کسی هستش که وامی داره که در واقع نتونسته سرویسینگش رو نشونه، سرویسابیلیتی نداره، با بانک ها جابجا بشه و روی ریتی هست که ریت دلخواهش نیست، ریت نسبتاً بالاییه، آپشنی رو دارم که فقط تقریبا خیلی محدود توی خیلی محدود پنل وجود داره و خیلی خوششانسم که توی این پنل هستم که بتونم این آپشن رو بدم بدون هر گونه سرویسینگی. میتونید شما این وام رو داشته باشید، ریت نسبتا خوبی داره توی مارکت. اگر که خواستید میتونیم بیشتر راجبش به صورت شخصی صحبت کنیم و از لانگ است که شما کار کنید لازم متر که چقدر اینکامتونه، هر وامی رو دارید میتونید بهش ریفایننس کنید. این آپشن فقط برای ریفایننسه بدون نیاز به سرویسابیلیتی. آپشن‌های دیگه‌ای که به عنوان یه فایننس بروکر من ارائه میدم، پرسونال لون، کار لون، سلف منیج سوپر فاند لونز که برای کسایی که در واقع سوپرشون از یه حدی بالاتر هست به صرف است که یه هزینه‌ای کنن و اکانتنت براشون ستاپ کنه اگر که بخوام خودشون سلف منیج کنن سوپرشون رو. اینو میتونیم بعداً بیشتر راجبش صحبت کنیم. داشتن بروکر به شما کمک میکنه که یک در واقع مسئله کاملا پرسونالایز و تیلرد برای خودتون انجام شده و اصلا اون چیزی که برای شما هست قطعا برای دوست شما کار نمیکنه و انقدر این آپشن هایی که بوده و چک شده واید هست که دستمون و در واقع میتونیم انتخابای زیادی بر اساس نیاز شما و انتخاب مارکت بر اساس بهترینش داشته باشیم که خود کلاینت بخواد مستقیما به بانک مراجعه کنه چند تا بانک رو میتونه مستقیما بره و آیا اون بانک بر اساس چه مواردی داره چکش میکنه. ما میتونیم راههایی رو بریم که میدونیم که اوکی ما از این روش میتونیم وام بهتری بگیریم، ما میتونیم اینجوری باشون نگوشییت کنیم، شاید بتونیم ریت بهتری بگیریم. و همین که اکسس تو مالتیپل لندرهای زیادی، شاید بیش از 40 لندر توی پنل هستش که من میتونم به عنوان بروکر ازشون استفاده کنم. همه چیز کاملا شفافه
من به عنوان بروکر از کلاینت از ابتدا تا انتهای کار هیچ هزینه ای رو نمیگیرم و هیچ هزینه به عهده در واقع باروئر و کلاینت نیستش و همواره ساپورت من رو خواهید داشت و شاید بتونم بگم 24/7 دارم کار میکنم و جوابگوی کلاینت هایی که در واقع کارشون رو پذیرفتم هستم. همه چیز کاملا شفافه. کامیشن از طرف بانک پرداخت میشه و اون هم هیچ هزینه‌ای به شما در واقع تحمیل نمیکنه. چه شما اون وام رو با خود بانک مستقیم برین چه با من بروکر بیاید، همش همونه، فی همونه، در واقع هزینه ها همونن. و فیوچر پلان میتونیم داشته باشیم و اینو میتونیم حالا بهتر راجع بهش صحبت کنیم. هیچ هزینه‌ای گفتم نداره و مهمترین مسئله اینه که شما از منی از پراپرتی که بخواید رو میتونید ریپورت داشته باشید. زمانی که شما میخواید قصد خرید دارین، چه به صورت اونراک چه به صورت اینوستمنت پراپرتی، حتی اگر اون پراپرتی روی ریال استیت قیمت داره ولی شما مطمئن نیستید چه آفری میخواید بدید یا اصلا ارزش اون پراپرتی چقدره، من با دسترسی به کورلاجیک میتونم براتون unlimited ریپورت بفرستم که این بهتون کمک میکنه هم آفر بهتری بذارید هم دید بهتری از مارکت داشته باشید. ریپورت در واقع این ریپورت کورلاجیک معمولا چیا داره؟ شامل چه اطلاعاتی هستش داخلش؟ مثلا هیستوری اون خونه رو نشون میده چیا هست؟ آره هیستوری خونه است و مقایسهش با خونه های مشابه توی اون سابق، توی اون در واقع بازه فکر میکنم 3 ماهه اخیره. حتی اگر که بخواید میتونم، یعنی حالا علاوه بر خود پراپرتی ریپورت سابق ریپورت هم میتونیم داشته باشیم و این ریپورت رو میتونیم از جاهای مختلف بگیریم. در واقع خیلی کمک کننده است. یعنی البته که مارکت رو معمولا خریداره که تعیین میکنه قیمتش چجوریه. الزاما خونه من به قیمت خونه همسایه من فروخته نمیشه، بستگی داره یهو یک نفر هستش میخواد یه آفر خیلی بالا بده، یا نه من اون موقع شانس نداشتم و مثلا یه جوری بوده مارکت یه طوری بوده که آفرایی که گرفتم اون آفر خوبی که همسایه من گرفته نبودن. ولی دید خیلی کاملی میده از اون پراپرتی و پراپرتی های مشابهی که توی اون منطقه هستش. و در واقع پرزنتیشن من اینجا تموم شد. میخواستم تشکر کنم از همگی که صبوری کردن، گوش کردن، موندن توی جلسه. خیلی خوشحال میشم بتونم برای هر کدوم از سوال هاتون، چه شما کلاینت من باشید چه خودتون بخواید مستقیما از طریق بانک برید، راهنمایی و همراهی منو حتما خواهید داشت. خیلی خوشحال میشم اگر که بتونم کمکی کنم. اطلاعات منم که روی این صفحه هستش و یکی از دوستان ظاهرا دستشون بالا بردن، میتونم سوالشون رو بکنم؟ بله حتما. الو سلام، صدای من دارین؟ سلام علی آقا. بله بله. خسته نباشین. خیلی ممنونم بابت اطلاعاتی که دادین. از آقا محمد همچنین تشکر میکنم بابت ارنج کردن اون. من یه 2 تا 3 تا سوال کوتاه دارم. یکی این که آیا میشه با هوم لون به عنوان فرست هوم بایر والدین با فرزند جوین بشن؟ یکی اینه. یکی هم این که آیا امکان انتقال سوپر انویشن به فرزند داره یا نه، یا اینکه این امکان پذیر هستش یا نه؟ بعد و اینکه در رابطه با سن به عنوان فرست هوم بایر، سن چقدر بایستی، بهترین حالت چقدره و بدترین حالت چقدره که امکان داره ممکنه نشه مثلا این وام جور بشه؟ متشکرم، خسته نباشید. خواهش میکنم. در صورتی که در مورد سوال اولتون، در صورتی که در واقع همه اون اپلیکنت ها فرست هوم بایر باشن و قبلا خونه نداشتن یا توی 10 سال اخیر خونه نخریدن و صاحب خونه نبودن، به شرط اینکه همه الیجیبیلیتی فرست هوم بایر رو پدر و مادر و فرزندان داشته باشن میتونه باشه. ولی در صورتی که یک کدوم اینا نباشه، نه، این امکان وجود نداره. ولی اینو در نظر بگیرید که همه با همدیگه اون در واقع امکان فرست هوم بایر بودن رو توی یک اپلیکیشن از دست میدن. یعنی یک بار ما میتونیم توی اپلیکیشن با عنوان فرست هوم بایر باشیم. و اگر که پدر مادر خونه دارن، چه اینوستمنت چه اونراک، یا توی 10 سال اخیر خونه داشتن، به هر حال
شانس فرسون بایری فرزند رو هم میگیرن یا برعکس. حتی اگر که در واقع شما و پارتنرتون یک کدومتون قبلا حتی جدای از این که زمانی که پارتنر بودین، یعنی هر کس به صورت مجزا خونه داشته، باز هم این شانس رو از دست میده. نه هیچ کدوم نداشتیم. متشکرم. آها اوکی. خواهش میکنم. نه پس اگر که هیچ کدوم از این اشخاصی که میگید در واقع خونه نداشتن و فرسون بایر الیجیبیلیتی رو در واقع میتونن داشته باشن، آره این امکانش هست. ولی در مورد سوال دومتون، این اصلا خارج از حوزه کاری منه. سوال در مورد سوپرانویشن، انتقال سوپرانویشن، فقط فکر میکنم اکانتنت میتونه بهتون کمک کنه. هیچ رنج سنی خاصی برای در واقع هوم لون وجود نداره، اگرچه که وقتی سن بالاتر هست بانک معمولا یا لون ترم رو کمتر در نظر میگیره، میگه این داره به سن بازنشستگی میرسه، مثلا 15 سال دیگه سن بازنشستگی لندره، من وام 30 ساله بهش بدم، چطوری میخواد اینو پیاف کنه؟ بنابراین برای همین میگم سن خیلی میتونه مطرح نباشه، اگر که اگزیت استراتژی خیلی خوبی ما بتونیم به بانک ارائه بدیم. اگزیت استراتژی یکیش اینه که یه نفر سوپرانویشن خوبی داره، میگه که من زمانی که به سن بازنشستگی بانک برسم با سوپرانویشن هم میتونم خونم رو پیاف کنم، میتونم اکسترا ریپیمنت داشته باشم، به شرطی که ما اینا رو بتونیم نشون بدیم. یا من یه پراپرتی دیگه به عنوان اینوستمنت دارم که اون رو میفروشم و داون سایز میکنم، یا خونه‌ای که الان دارم میخرم انقدر بزرگ من بعداً تو سن بازنشستگی اینو داون سایز میکنم و به یه آپارتمان یک خوابه جابجا میشم. سن خیلی نمیتونه محدود کننده باشه، تقریبا اصلا محدودمون نمیکنه، به شکلی که بتونیم اکزیت استراتژی خوبی رو به بانک برای خروج از وام، برای پیاف کردن وام در زمان بازنشستگی ارائه کنیم. امیدوارم جوابتون رو تونسته باشم بدم کامل. خیلی ممنونم، متشکرم، خسته نباشید. خواهش می‌کنم. روی این صفحه آخر که من شماره موبایل و ایمیل آدرسمو گذاشتم، در واقع از این QR کد اینستاگرام هم میتونید پیام بدید، فیسبوک، لینکدین هستم، تلگرامم با همین شماره میتونید باز پیام بدید، یا نمیدونم آقا محمد اگر که نمیدونم جای دیگه میتونیم شیر کنیم اطلاعات رو با دوستان توی گروه. همه جایی که در واقع ما پیام گذاشتیم اونجا در واقع لینک به شما وجود داره یه جورایی. خیلی ممنونم، متشکرم. خواهش میکنم، در خدمتتون هستم. آیا میشه بدون ویزای دائما وام گرفت؟ بستگی به نوع ویزا داره که اون در واقع نوع ویزا، شماره ویزا چیه. حتی هستن کسایی که روی بریجینگن، اگر که بریجینگن در واقع چه تایپی از بریجینگ هستن، ساب کلاس ویزاشون، و آیا پارتنر روی پی آر یا سیتیزن هستش. اگر که نیست باز هم آپشنایی وجود داره برامون که بتونیم در واقع با بانک‌های متفاوت چک کنیم. ویزا پالیسی بانک‌ها خیلی متفاوته و این باید چک بشه، ولی بله میشه. امیدوارم که این جلسه تونسته باشه اطلاعات ابتدایی رو برای شروع کار بده. من هر سوالی هر زمانی که دوست داشتن در خدمت دوستان هستم.